فاصله ها اینا کلش یا اینتر که میکنیم اما شبه که ما در ویس کد نوشته میکنیم در مرورگر ما مقسم به استاد جان من درس گذشته رو تکرار نکردیم. داخل تگ پی آر ای میمانیم. بانو مدینه بفرمایید. سلام علیکم استاد، خداتون خوب باشین. میخواستم سوال جواب بدم. درست، 3 سوال خود ما جواب دادم، 1 سوال دیگه شما میکنم. شما تگ لینک برای ما بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. بخاطر از اینکه خواسته باشیم یعنی صفحه وب خود را وبسایت خود ما طراحی میکنیم و با وبسایت های دیگه یا صفحات دیگه لینک بدیم. میتونیم از تگ لینک استفاده کنیم، از تگ استفاده کنیم از تگ استفاده میکنیم و همچنان امو اتریبیوتش هم href می باشه که آدرس لینک در بین دبل کوتیشن ها میتیم. بعد از اون میتونیم که امو لینک در وبسایت خود داشته باشیم. دقیقاً تشکر بانو مدینه. خب دوستان میریم سر درس جدید ما. یک تا چی جور میکنم. جلسه 4 ما می باشه. session.com میتونستم که دمی .com میگم .html میخواستم که به می صفحه قبلی ما کار کنیم ولی بازم دوباره پوشه میسازم. کسایی که غیر حاضر بودن متوجه باشن تا که چه قسم پیش میریم. انتر میزنم، باز انتر. خب این ما میتونیم که یکی از طریق کروم باز کنیم تا که داشته های وبسایت ما رو ببینیم و قابل دید باشه برای ما، و از طریق ویس کد باز کنیم تا که بتونیم سرش تغییرات رو بیاریم، در داخلش متن اضافه کنیم، عکس اضافه کنیم و لینک اضافه کنیم. خب فعلا این را همراه کروم باز کنیم هیچی نداره، پس میره همراه ویس کد باز میکنیم تا که سرش یک سلسله تغییرات بیاریم. خب اولین تگ که ما می داشته چیکی جان بون تمنا، اگر ریکارد شروع نکردین این حال شروع کنین. همیشه وقتی که درس شروع میکنیم اون وقت ریکارد شروع کنین تا که این چیز زیاد نباشه، حجمش زیاد نشه. و باز در مورد ریکارد هم آخر جلسه صحبت میکنیم. خب این رو گفتیم که یک داکومنت ساده از HTML ما می باشه که شامل داک تایپ است، HTML است یا عنصر روت، و بعدش تگ هید می داشته باشیم و تگ بادی. دوستاش ما فعلا اینی میتا کارسیت یوتیف 8 کس، یعنی که همین وبسایتی که ما میخوایم بسازیم یعنی که قابل رویت در هر قسم دیوایس اینا باشه. خب فعلا ایناش بحث نکنین، اینا رو در جلسات مربوط به CSS باز میخوانیم. یک تایتل داشتیم داکومنت که ای در نوار ما در چیزی ما چی میگفت نوار عنوان ما در اون نشان داده میشه و قرار نیست که در براوزر قابل دید باشه و بعدش هر چی که در داخل تگ بادی داشته باشیم در براوزر قابل دید می باشه. مثلا امروز ما میمونیم هدینگ ما رو میمونیم در فارسی میمونیم درچه تصویر در سایت. امروز درس ما همچنان مثل درس قبلی ما که درس قبلی ما لینک بود، اینم جذاب می باشه. درس تصویر است. و تگ پی هم باز میکنم. چی میکنم؟ تگ پی در داخلی میمونیم. دوستا درس تصویر ما میتونیم که دوستا هیچ چیزش نشته نمیکنم چرا که من با تایپ فارسی یک مقدار مشکل دارم. تصویر ما میتونیم که یکی چیز به صورتی که مثلا در داخل خود ویچی ما باشه چیز کنیم، در داخل صفحه ما بندازیم، و یکی دیگه که مثلا میتونیم که از صفحات آنلاین مثلا از سایت های آنلاین در داخل سایت ما داشته باشیم که برای اوی که مثلا در چی خود ما باشه، در لپتاپ خود ما باشه، در پوشه های شخصی خود ما باشه، برای اون ما میگیم نسبی، یعنی نظر به مقصد و مکان و آدرس میتیم که داشته باشیم. و یکی دیگه که مطلق است که او رو ما میتونیم از سایت های اینترنتی سایت بتیم. ما قسم لینک که دیروز خواندیم و ما قسم است دوست ما میتونیم که مثلا لینک هایی که در داخل چی خود ما داشته باشیم اونا رو هم لینک داده میتونیم
اما زیادتر لینک دهی نسبی و مطلق مربوط عکس می باشد تا لینک. خب این قسمت به خاطر که شما یک عکس درج سایتتان کنین دوستا، شما دمو پوشیتان یک تا عقبی. ببینید ما اینجا تمرینات ویب داریم، درست است؟ داخلی میشه پاک میکنم دیگه برای من کار نمیاد. یک تا صفحه رو دارم، یک تا فایل دارم به نام HTML که قرار است کد نویسی کنم. در اینجا یک فولدر دیگه درست کردیم به نام ایمیج. شما هم همین کارو بکنین، این راحت ترش میپوشه تا که شما از سایت ها مستقیم لینک بدین تصاویرات، چرا که مثل دیروز بعد از تصاویر پرایوت میباشه ما نمیتونیم که جوین کنیم چیز کنیم درجش کنیم. به خاطر یک فایل یا یک فولدر بسازیم به نام ایمیج و برای اون نام بانید. فقط یادتون باشه که پسوند عکس ها رو پاک نکنین، درست است؟ مثلا وقتی که رو من دانلود کردم نامی خیلی طولانی بود و رو پاک کردم این WHA اما تو موندم بخاطر که نامش برای ما مشخص شده. نام های طولانی رو ما نمیتونیم که راحت تر چیز کنیم، درجه کد نویسی کنیم. به خاطر که بخواین که چیز کنین عکس درجه سایتتان کنین دوستا، یک تگ داریم به نام تگ ایمیج که از IMG گرفته شده. تگ IMG که بزنین اینتر. خب تگ ایمیج که فقط تگ بازار، تگ بسته نداره. یک لحظه. خب قسمی که گفتم تگ ایمیج که فقط تگ بازار، تگ بسته نداره و دو تا اتریبیوت داره ایمیج ما، یک سورس است یک آلت است. خب سورس همو مثلا در تگ لینک تگ ای ما اجریف داشتیم، آدرس سایت ها یا لینک ها رو میدادیم. در SRC سورس یعنی منبع، SRC از سورس گرفته شده یعنی منبع. در همچنین ما آدرس عکس ما رو میدیم و آلت دوستا چیزی نیست که با براوزر ما قابل دید باشه. فقط آلت زمان قابل دید می باشه که ما عکس ما به صورت دقیق و درست آدرس دهی نکنیم و یا ای که آدرس دهی کنیم ولی عکس از ما آدرس که ما دادیم پاک شده باشه. باز آلت که به جای او عکس به صورت شکسته به وبسایت ما نمایش داده میشه و آلت در اونجا میاد. خب مثلا وقتی که ما بخوام در SRC همه چیزی ما را عکس اینجا کنم، پس برش چی میگم؟ میگم که تو وارد پوشه ایمیج شو. ببینید اینجا خودش پیشفرض میگه چرا ما پوشه داشتیم ایمیج شو. اینی که علامه دشکست اینه قسمت یعنی که باز کو، درست؟ باز براتون میگم که اگر عقب بریم چی اینی یعنی پیش برو دیگه. تو فایل ایمیج باز کو و در داخلی پیش برو. یک اینجا خب من 3 تا تصویر داشتم، من 3 تا میه. من میگم GPA باز کن. خب اینجا میبینیم که W یک دختر است در حال درس خواندن. خب در این آلت همون معلوماتی که در مورد عکس ما میخوایم داشته باشیم مینویسم، ولی گفتم چیزایی که در داخل آلت میمونه قابل دید نمیباشه. صرف زمان قابل دید است که ما آدرس دهی رو اشتباه کنیم و قابل دید میباشه. اینجا میمونه مثلا اگر اینجا نیاده این قسمت اگر let reading the book. خب عمیق کار ما بود دیگه، کار ما سخت نمی باشم. پس میم در پوشی ما تمرینات وب. خب صفحه ما را باز میکنیم، درست است؟ این دفعه اوپن نمرای کروم میزنیم. ببینیم صفحه ما باز شد. دوستا بعضی از اتریبیوت های دیگر داره که مثلا ما توسط او میتونیم عرض و ارتفاع عکس ما رو مشخص کنیم. ببینید خیلی ناجور آمده، خیلی بزرگ آمده. حالا باز برش ویت و هایت میتونیم که منظم تر به یا مسیدینگ ما میباشی. حالا ما براتون به صورت عملی نشان میتونم. مثلا ما آدرسی رو اشتباه میتونم اینجا یعنی WE میتونم، درست است؟ ما هیچ عکس رو نداریم به نام e.jpeg. پس میره در تصویر میبینیم. یک ریفرشش کنم. ببینید اما چیزی که شما در آلت نوشته کردین در این صورت قابل دید میباشه. در غیر ای
من دوباره رو درست کنم. آلت قابل دید نمی باشه وقتی که آدرس دیجیتال درست باشه، صرف یک معلومات است. و آلت یک فایده دیگه هم دارم. مثلا شما نوشته میکنین که تصاویر از تصاویر از پیشک که جلسه پیش کار کرده بودیم، یه خوب موتورها نمیفهمه که اینی پیشک است اینی تاک است. او را از طریق همی آلتشان که همو برنامه نویس یا همو کسی که همو کداش زده برش مونده نظر به او میفهمه که او پیشک است یا چی است. درست است؟ با خاطر آلت خوب میباشه، مخصوصا که شما سایت هایتان اینترنتی باشه، تصاویرتان آلت داشته باشه، لینک هایتان لینک ها البته تصاویرتان آلت داشته باشه. خب با اون تمنا بکنید. ببین URL که است مثل همین لینک است، اما شما فکر کنم در بک‌گراند تان اینا رو کار کردین. ما URL زیادتر در کدهای CSS استفاده میکنیم، در کدهای HTML ما از SRC استفاده میکنیم. شما در کارخانگیتون از کدهای ویس کد ویس کد میگم CSS همچنان استفاده کرده بودین. همین. خب دوستا این قسمت اشتباه شده. وید میتیم در ویدش میگیم که همیشه دوستا هم قیچش میمونیم، ولیو نه البته خود اتریبیوت میمونیم، پهلوش مساوی میمونیم، در داخل کوتش هم قیمتش میمونیم. مثلا نیره من میگم قیمتش اما ارزش چند باشه، نظر به تصویر بگویم. اینی تصویر ماست. خب ویدش از ویدش از ایره وید میگنی ارز ایره طول. بله ارزش از طولش که کمتر هستم، پس ویدش کمتر از طولش میگیم. مثلا میگم که چند سانتیمتر 40 میگیم 40 سانتیمتر و بعدش برش میگیم یک چی هم میتیم. البته این وید ارز در طولش دوستا طول خلام که اینا رو نمیگیم، برش هایت میگیم یعنی ارتفاع. هایتش میگیم که خب هایتش یا ارتفاعش 40 سانتیمتر دادیم، ارتفاعش مثلا 100 میتون، دقیق نمیفهمم که چقدر خواهد آمد. خب میایم در تصویر ما میبینیم که چه تغییراتی درش میاد. این خیلی کوچک شد، ایره بیشتر میکنم. ایره 200 سانتیمتر و ایشم 300 میکنم. 300 سانتیمتر. خب این خوبتر است. به این شکل دوستان ما میتونیم که تصویر اضافه کنیم. خب میایم یک تصویر دیگه هم اضافه میکنم. اینتر بازم دوباره تگ ایمیج باز میکنیم، فقط تگ باز داره، تگ بسته نمیداشته باشه. به صورت پیشفرض فقط سورس میه و آلت میه. دایش دوستای اصلا آلت نمیتون، درست است؟ فقط میگم که برو در پوشه ایمیج باز کن و بالای W سه دفعه میگم W ایجا باز کن. خب نمیخوایم که برش آلت تو موازی امی آلت برش چیز میتونم و وید میتونم. خب ویدی رو به اندازه امی میگم چرا که میخوایم که پلو در پلو باشن 200 سانتیمتر و یکی دیگه برش ارتفاع میتونیم. خب ارتفاعش هم 300 سانتیمتر دیگه خلاص. یوم در پالوش آمد. حالا آدرسی رو من اشتباه میتونم اکسیدون مورم. ببینید که چیز نداره، آلت هم نداره. آدرسش هم که من میخوایم که اشتباه تون برش یک تا اضافه میکنم. البته ای بود عکس دیگه بود چیز اضافه میکنم. حال میبینیم که آلت نداره، در جای ای چی میه فقط یک عکسی شکسته. درست است؟ وقتی که ما آلت داشته باشیم در اینجا نمایان میشه که مثلا حداقل ما تصویر که شما نمیبینین
این شما میفهمید که اینجا یک تصویر بوده از این تو یک چیز، ولی وقتی که آلت نداشته باشه تصویر گنگ است. فقط ما میفهمیم اینجا یک تصویر بوده ولی نمیفهمیم که اینجا تصویر از چی بوده. پس دوباره نامش درست میکنیم WH. خب دوستان این بود زمان که شما پوشیتون در داخل پوشه که کد میزنین باشه. مثلا یک عکس دیگر رو میخوایم در یک صفحه دیگه ببرم، اینیش کپی کات میکنم. خب در اینجا یک تو فایل باز نیو فولدر نامی رو میمونم پیکچر، مثلا نامی رو میمونم پیکچر. خب بازش میکنم اما رو اینجا پیست میکنم. مثل که پیست نشده قبلی. تمرینات وب کت پیست. خب یک بار بازش میکنم برداریم. این باشه بر ما آدرسش بتونم. خب این عکس ما در کجاست؟ در فایلی که ما کد میزنیم اینجاست، درست است؟ با اینکه ما باید بگوییم که یک تا عقب برو، بعدش وقتی که عقب برگشتی یعنی یک تا عقب برمیگردم، یک فولدر است به نام پیکچر، او رو باز کن و در اونجا یک تصویر است WHA. ببینید چه رقم آدرس میدیم. خب میم پای اینتر. چرا بادیم خراب شده؟ چه مشکل دارن؟ تگینی رو بسته نکردیم با خاطر. خب دوباره تگ IMG رو باز میکنیم یعنی ایمیل. خب سورسش اینجا دوستان دوتا صفر البته نی، دوتا نقطه رو برش میدیم یعنی که عقب برگرد، درست است؟ این عقب برگشت باز برش میگیم که باز کن. وقتی که عقب برگشتی باز کن. فولدر داشتیم اینجا برای پیش فرض میاد عقب برگرد و باز کن فولدر پیکچره. در فولدر پیکچر یک تصویر داریم بین اینا. خلاص دیگه اینجا آلتش خواهی چیز نمیمونم فعلا و اینی رو چه بندازی هم میمیتم که در پول هم قرار میگیرن زیباتر بیان. کنترل سی و در اینجا کنترل وی. متوجه شدین دوستا؟ ببینیم میرم رفرشش میکنم. هر سه تا تصویر ما داریم. این دو تا که بود در داخل همون پوشی ما بود و یکی بود یک تا برش گفتیم عقب برگرد. حتی میتونیم که چند بار 00 چی داش بزنیم. 00 نه دوستای در زبانم شده نقطه داش بزنیم. مثلا سه فولدر رو طرف سه فولدر میگیرم طرف عقب تر برو تا یک فولدر دیگر براتون باز کنم. اینی دو نقطه یعنی که عقب برو، اینی داش یعنی که باز کن، درست است؟ متوجه شدین دوستای که چه رقم چی کنیم؟ تصویر درج کنیم. خب که جان بانو زهرا هم یک سوال کرده بود، گفته بود که لینک چه رقم درج کنیم، اون لینک هم میگم باز میایم سر سوالاتون. خب زهرا جان شما وقتی که لینک اضافه کنین یک تگ دارین به نام تگ ای. خب ای تگ هم بازش داره هم بستش داره. همین تگ ای تان یک اتریبیوت داره به نام اجریف. شما در داخلش والیو یا قیمت رو میمونین اما آدرس سایت. مثلا من یک سایت ازی کروم بهتون پیدا کنم. مثلا یوتیوب میمونم youtube.com باشه و یک صفحه خاص شو باز میکنم. اما تو دوستایتون بالا کنیم وقتی که لینک هم درج کردم باز سوالایتون رو میگم. youtube.com میمونم دوستا فعلا وقت نیست که من منتظر باشم. youtube.com خب اینجا میمونم که کلیک می
کلیک می. خب میایم در صفحه ما داکومنت خود ما رو باز میکنیم، رفرش هم میکنیم. یک چرا خراب شده؟ خب بعد من یک جاش پاک کنیم. W H A اینی لازم نیست که اینجا باشه. چرا خراب شد؟ ایده اینجا باشه، اینیش باز کن. خب اینجا یک بیار میتونم که ایده اینجا خوب نیست که معلوم شود. یعنی بریگلار میتونم خواهی در خط بعدی را وقتی که سرش کلیک کنی شما رو البته رفرشش بکنین دوستان. در اینجا آمد سرش که کلیک کنین شما رو میبره در صفحه یوتیوب تان. خب یوتیوب البته یک تا اینجا فاصله داره، فاصلهش ندادیم با خاطر میگه که پیدا نشده. درست است؟ ببینید یا باز شد یوتیوب، اما سرش که کلیک کردیم بازش کرد. خب فعلا اینا رو پس چی میکنم؟ دوباره سرش دو میدونم ببینم که لینک ما کار میته یا نه، که شاید مشکل داشته باشه. قسمت کار نداریم. خب از اینجا تمرینات وب با کروم که سرش کلیک کنین خودش به صورت پیش‌فرض با کروم باز میشه. چیز است سفر پایدار نکرده چرا که یوتیوب به شکل میایه. ایو بگوین دوستا سوالاتونو بکنیم.